حضرتون یک سال در مسئله مزاربه یک برادر پیشنهاد داره که سکلاده میگه سکلاده میخریم аренда میتی سکلاده خریده аренда میتی مقصد هر ماهی درآمدی هر یک سکلاد 2000 سومون دا فایده میبینه. خب این آدم میگه که من پول تیم میخرم، خب در مدت 2 یا 3 ماه من پول تیم میگردم، در مدت 2 3 ماه مثال مزاربه با حساب کنیم چند قدر فایده شد مقصد تقسیم میکنیم. خب باید ضررش نمیدونم با چی میشه میفهم. در مدت 2 ماه چقدر فایده میشد است که پول شما گردانده میداد است؟ وای مثلا سکلاد میخرن چند تا سکلاد میخرن هر ماهی مثال 2000 سومون هر یک سکلاد аренда پولی میته аренда میته دا. خب وای میگه خیر که من کار میکنم از دیگه حساب کار میکنم و مقصد پول تیم میگردم میتیم در مدت یا 2 یا 3 ماه ماکسیموم پول میگردم. این خیلی باشد و قرض طلب کرده است. مزاربه این خیلی نمیشه. مزاربه شما تا آخر به ثواب به فایده همراه هستید. یعنی 10 سکلات میخرد، پول از شما، کار و بار از وای، یعنی که وای به اجاره میتید، وای هر روز کلینت ها کتی جنگ و جنجال و پول تی بارمان و در کشایی و این کارهای میکند، یکی هر ماه آورده به شما اکشات میتید که من در همین مدت فلان ماه یک ماه فلان قدر درآمد شد، یعنی 50 فایدهش برای تو 50 فایدهش برای من. خیلی نه که بدی 2 ماه من پولی توی کرده میتیم، این مزاربه نمیشه. این هم تو قرض حسنه پرسوده است از شما، یا که از همین کار فایده میکنی گسوده از شما. همین کار میگه فایده میکنیم مثال چند سوی در فایده شد همون- تا همون یعنی که هم مال شما گردانده میتید و هم فایده میتید. مقصد تا همون روزی که مثال همون پولی من گردونده میته تا همون روزا همونجا چند قای فایده شد 50% میته میگه. یعنی شبهناک است برای آنکه وای دیگر پولتون کرده میتیم گسوده است. از سبب آنکه شما بیکار و بیکار پول نمیتید و شما با لفظ مزاربه پرسنت میتیم نگسوده سو. ولی بعضی آدما خط بر جای کلمه پرسنت مزاربه یا یکی دیگر کلمه های استفاده برده کرد شدن، این کارا نادرست است. شرط های مزاربه یعنی که پول را باید یافت شود. خیلی 2 ماه با پول از دیگر جا کره میداد، از 2 ماه با پولتون از همین سعودا نمیشه. اصلا نه وقتی که مزاربه این خیلی است که شما میخرید سکلاده 10 تا سکلاد فرض کرد، سکلاد شما میخرید، او کلینت جمع میکند به کلینت ها میسپرد سکلاده، بارهای مردم آورده میمونن پولاش او جمع میکند، کار او میکند، فایده به دو کس. این خیلی نیست. این پول از شما گرفته اول میخرد و بعد دیگر پول شما رشاد میمونه، همین 2 ماه فایده شدگی توی هم میتیم مقصود است. اینه نکنید. این خیلی نیت قایدی مزاربه. یا اینکه هم تو قرض حسنتی داده باوری باشد، ما برای من فایده لازم نه. اگر 2 ماه میداده باشه این پول گیر کارو بود کن پولتی، اگر باوری دارید که میادم پول برمیگردم. اگر این پول گیرم شبهش زیاده این فایده خیلی بعد در 2 ماه اول فایده نمیشد، درست ضرر میشد اساسا. چه خیلی در 2 ماه اول فایده میداد است خلاص، این چه خیلی مزاربه. وای الکای حضرت جویی که کار میکنه وای سکلادی که الکای کار میکنه همین قدر اومد میبیاره اكو او خب سکلادو الکای شناسی و آدم به همین خاطر در آدم فروخته میتونه ای خیلی مثال هر کس در خریده نمیدونه این آدم شناسی این در روزش دیگه که مثال همین قدر سوچ دیگه این پولی ملتی مالش تو استفاده بر همین خیلی گفته خریدگی ایده سکلادو الکای سکلاد аренда додагӣ ва 2000 сомон ҳар моҳ ӯ склад фоида оварсо дар мақсад склади درست кори است. алакай شما кардем. آخر شما از پولی نخته میتید و میخرد سکلاده برای شما 2000 سامانی یا 1000 سامانی از هر یک سکلاد پول میتید، بعد پول بعد 2 ماه پولتون گردانده میتید. اینجا این مزاربه نیست، این ریب هست، فایده داستاد از شما. کل دین جر نفعا فهو ریبه. هر قرضی که فایده آورده ایستاده است و ریبا هست. شما قرض داستادید فقط نامش مزاربه گذاشته است، این مزاربه نیست.
سلامت مزاربه باشید. بله سلامت اگر باشید. کاری یک باره باشه، مثلا گوید که من یک کم از بادام میبیارم از امریکا مثلا، یا یک واگن میبیاریم آبتابی ازدواج میکنیم، فایده بین هر دو ما یک بار به پول اتو رفته آورده فروخته تقسیم کرده، پول نقد کردن از من، فایده برابری. گوید معنی این کار یک بار تمام میشه، به همین هم پولتون میگیرید هم فایده میگیرید، تمام. این مسئله باری دویم رفتنش علاهیده عقد میشه، این دیگر گپ. لیکن این سکلت این خیلی نه، اینه به اون قیاس کرده نمیشه. الله تعالی اعلم. سلامت باشید. سلامت باشید. در امان خدا باشید.